vem to Natasza Walknos. Naast die wakkel. Weer. Oh, wat is weer. Ja, u zijn we. Ja. Oh. Los nummer. Ja, is twee. Ja, is dat? Ben de çıktım. Het is een sok. Sabah karikini mi brenda sen de Vajri yemek yakini sat yakın yakini
هرچی گوسته دونم گوسته دیم سرما هم زنده نمیام دا برم منم یه زایات یه چیزی تو ذکرم پوشت و به قضایتی برام سی تو بیجه ایران برف اصلا وضعیتش خرابه نیه بویه باید چه کنی؟ گوستونه؟ وضعیتش خرابه نه تو بابرم باید را هر چیز بره داکیلم برای ازای فروش کنم یه چیز داکیلم بیادیم لقضا بیام نیم و تو برم
آقا پسر آقا پسر تشریف بیا خوبی؟ سلام خوبی؟ من یه خانواده اون بالا بودم خواستم ببینم پدر مادر شما اون بالای چادر زده بود ببینم اصرارشون پیام زده بود گفتم که یه خانواده خودتون ندار برم بریم پیششون ببینیم چی لازم داره. خب خانواده شما بالاه؟ مادر زمین خریدی بودی یه بچه مادرم و پدرم بود بعد خودش ما رنگ چک دادیم بچه رو آوردیم بعد اون آقای چیشی بهش دادیم اومد با پلیس اومد خونه داشتیم بهشون میدیم زمین رو داریم بهتون میدیم ما باید اونجا بام شدیم بعد رفت سرش اعزام شد. یعنی الان شما واجب‌تر از اون خانواده این؟ آره واجب‌تری با این اوصافی که فرمودین شما واجب‌تر از اون خانواده این. حالا ببینیم میخوای بریم پیش خانواده خب بعد من بعد از ظهر میرم یه سر اون خانواده میزنم باشه با هم بریم باید کدوم مسیری بریم؟ نه از جاده راست کدوم طرفه؟ برو تو کجا زندگی میکنید؟ خدا خیرتون بده. خدا بگم چیکارش کنه این خانواده‌های عشایری خب همش میرن زن دوم میگیرن چرا؟ نمیدونم والا. خدا خیرتون بده. الان ما این جاده شله یه جایی به منو ببر شل نباشه. شل فرمانش همین باز. حاضر خب. دیگه خیلی شل دایه. نه الان خودت تمام اینجا سرپرستی خونه رو برده داری؟ آره غذا بهم گفتن سعی کشیده بودی خب بعد اون آقای رفته مبلغ چک چقدره؟ 5 میلیون تومان منظورتونه خب من طوری نیست من میرم مادرت هم آزاد میکنم زندان من همین بعد از ظهر میرم مادرت آزاد میکنم رو چشم من در خدمت جناب عالی هستم تو سرپرست خانواده هستی دارن گریه میکنن خدا خیرت بده سلام بچه‌ها گریه نکنید برادرتون رو پیدا کردم آوردم اصلا نگران نباشید خدا خیرتون بده دانش کجا زندگی میکنید اسمت چی بود من غلام رضا دارن گریه میکنن گریه نکن بیا تموش بده بیا گریه نکن خودت چیز خانواده شدی هم بخوری آگروندی؟ آره؟ من گوشم زنگ میخوره ببینم کیه این چی مهم نیست اینجا زندگیمون خراب باید جای خونه چیز نداریم میخوای برم یه انباری رفیق دارم باش صحبت کنم یه انباری بهتون بده تا این 2-3 ماه که وضعیت هوا خوب بشه آره ببینم زنگ بهش بزنم ببینم انباری داره یک لحظه اجازه بدین زنگ بهش بزنم آقای عکاش خوبین خسته نباشین آقای عکاش ما شرمنده جناب عالی هستیم آرزوام به خدمت یه خانواده اینجا هستن 4 تا پسرن یه دختر یعنی خدا یه انباری داشتی بذار بدیم به اینا مادرشون هم زندانه پدرش رفته زن دوم گرفته ایو انباری رو داری انباری به اینا بده خب تا این 2 ماه داخل زندگی کنن اگه راه داره بعد اجارهش هم هرچی شد خودم بهتون بدم آقای عکاشه یه دو ماه دست در نکنه ممنونتم حالا ما میریم خب اگه خودت هستی اگه نیستی تا خانم آره یا به خانمت یا به عمود یا یکی بگو بیاد خونه رو به ما نشون بده اون انباری رو تا ما بریم خدمتش
قربونت علی یارت خداحافظ. خب میگه اوکی غلامرضا جان. خب میخوای الان وسیله ها رو ببریم الان میتونیم چه بهشون بریم بعدش میتونی خودت بیای ببری بعد هوای خوب شد باش. حالا هر چی که هست چیز کن تا من باهاتون ببرم. میخوای رخت خواب داری چی داری؟ آره این پتوها هم براتون آوردن. آره خیارا آوردن براتون یا مال خودتون بوده؟ کسی بهتون کمک کرده اینا رو؟ آره درشون بیا تا من بگیرم دستم. اصلا وضعیتشون خیلی چیزی هستش. خب من اینا رو بگیرم باهاتون دیگه. هستید این وضعیتتون خدا غیرتون بده. شل جلای وای 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 وای. بیاین بچه‌ها بیاین بریم بیرون که یه وقتی خدای نکرده این اتفاقی براتون نیفته. این وضعیتش ناجوره، خیلی ناجوره. آره بلش تا بریم قربون برم من. آره بلش تا بریم. حالا یه خیلی هوا بهتر شد تو گللای. خب ما بریم انباری رو بهتون نشون بدم. شما برید فعلا داخل انباری بعد بیاین خودتون وسیله‌هاتون رو بقیه‌شو ببرید. باشه؟ چه گناه دارن خداش. بازم خوبه چکمه دارن. غلامرضا جان خودت چکمه نداری ها؟ دیگه مرد کار شدی الحمدلله. من چشمت قول میدم مادرتو بعد از ظهر آزاد کنم. مادرتون رو من بعد از ظهر آزاد میکنم. بچه‌ها خوشحال میشین؟ بخندین. آره بخندین واقعا بخندین. آره چشم من مادرتون آزاد میکنم بیاد خدمتتون. آره زندگی بدون مادر اصلا فایده نداره. چشم من اوکش میکنم اصلا نگران نباشید. از این به بعد هر چی خواستین غلامرضا جان به اپراتورتون بفرمایید. هر چی که لازم داشتی به من زنگ بزنه من براتون میارم. نگران نباشی دیگه. نمیخواد بری وسیله جمع کنی. خودم هر چی خواستی برات میارم. بیا جمعشون بیارشون. بیا میخوام اینا رو بذاری داخل رخت خواب. خب یه چیزی بردار اینا رو. خب باشه بخاری که الان چه آتیشه نمیشه که ببری الان. اون چیزا بیار اون چیزا رو. بریم قربونتون برم من. بریم یا بقیه وسیله تا بیار. باشه این میگم اینجا توی سگات این. آره چقدر قشنگ درستش کردی غلامرضا. خدا خیرت بده. خیلی قشنگ درستش کردی. کیت سگه هم داشتی ها؟ خودش میاد؟ یادی نیفتی پسر نیفتی. گناه دارن به خدا اینا گناه دارن. مادرش بعد شبا همینجا تنهایی بودی غلامرضا؟ وای بچه ها بیاین بیا. خب بچه نیفته بغلت عزیز دلم. اسمت چی بود دختره؟ اسمش چی بود؟ نرگس. آره من الان میرم با ماشین سوار میکنم میبرم همین جایی که رفیقم هست انباری دار. شما نگران نباش. بیا غلامرضا جان بیا سجاد خودش میاد. بیا بچه‌ها رو بیار. گناه دارن این بچه‌ها. بیا بچه‌ها بیا.
نرگس جان نیافتی پسرم نیافته خدا خیرت بده بذار من اینا رو بزنم اینجا من بیارمشون فایده نداره بیا نیافتی بیا تو میتونی اینو نرگس جون تو اینا رو بردار تو این چیز از اون پسر بگیر گناه داره بیا پسر بیارم گناه داره بیا نیفتی من خودم میرم دوباره بقیه واسه میارم بیا عزیز دل من بیا نگاه کن چیکار کردیم بیا اومدی قلم رضا جان بیا به من اینا بزنم بالا براتون همینجاست نه گیه نکن یالا درشم باز هم هست یالا سلام آقای کاش خوبین؟ سلامتین؟ وقتتون بخیر خسته نباشید این اون بچه‌هایی بودن که بهتون گفتم عرض کردم خدمتتون به یه خودداشتی بهشون بده ببینیم جاش در چه وضعیته ببخشید تولد مستنجر داریم نرگس خانوم برادرت بیاد قربونش برم من بیا آقا نامزا ببخشید دیگه اینجا و مکانش دیگه این نیست به درد می‌خوره آره بهتر از اونجاست با خدا خیرت بده اونجا تو اون سرما تو اون برف و بارون آره دست در نکنه جا بخاری نداره آقا عکاشی خب میگم ببخشید آقا عکاشی شرمنده تام این وسیله‌هاتو میبری یا همینجا میخوای بمونی خب آقا غلام رضا طوری نیست شما یه چیز یه قالی اینجا پهن کن قالی داری یا برات بیارم برات میارم چشم بعد مادرت هم بعد از اون من میرم آزاد میرم همین الانم داره گریه میکنه سردش شده آقا غلام رضا بذار من خودم وسیله رو راحت میارم آره کاشم ممنونتون کرایه‌شو خب یک کمکشون کن من یک چند من میدم من یه بدهکاری مادرش داره خب سر همون قضیه زمین خاطر بچه‌ها و خودت یک دفعه گذشت می‌کنه تا چند بار دست در نکنه من باید برم که بعد از اون مادرش رو آزاد کنم دیگه بابامونم رفته زن گرفته خدا بگم چیکارش کنه خدا لعنتش کنه باباتا چرا این کار کرد با شما خدا خیرش بده آقا غلام رضا میخوای یه پتو پهن کنی زیر پای بچه‌ها گناه دارن آره یه پتو رو پهن کن گناه دارن سردشونه میگم میخوای زود بری بخاریتون رو بیاری وصل کنی که بچه‌ها سر آره کفشاشو در بیارین اینجا کفشا در بیاری منم کفشامو در بیارم بیا نگاه کن بچه‌ها خیلی شوش دیگه شدن این بنده خدا توی چیز به قرآن یه آلونک بود آلونک مانند خب بعد بدبختا تو سرما برف بوران گل سیانی بیا من اینو پهن کنم خیسن اینا آره خیسن اینا برادرم بچه‌ها سردشونه خب فعلا پهنش کنیم موقت دراشون پهن کنیم که بچه‌ها سردشون نباشه یا اینا اجاق هم بخواد گاز هستن آره اجاق هست اجاق هم داره آقا غلام رضا اجاق هم داره میگه چیزم وصله آره میتونین اون محلی درست کنیم مادرش آزاد کنم اگه بلد نیست به دیگه خیلی اوکی هستش بس ها ببخشید شما پوتوناتو در بیار آره چقدر گریه کرد اصلا دلم به حالش میسوزه گریه نکن قربونش برم من یا من کفششم بذارم بیرون آقا غلام رضا ببخشید شما بیا کمک من اون وسیله‌هاتون بقیه وسیله‌هاتون بیار بیا باباشون خدا لعنتش کنه میگه آره باباشم رفته که زن گرفته خدا لعنتش کنه بیا یا آب هست بیاین داد اسباطو بشور بیاین بیا
اینا رو بگیر. حالا دست‌هاتون رو بشورین گناه دارم. آب سرده، این آب سرده نشور ها؟ نه گرمه. آب گرم بالاست. خب دست در نکن، دست در نکن. بذار تا دست‌هاتون گریه نکن. برای مادرش گریه میکنه آقای عکاس. ببین بدبخت برای مادرش گریه میکنه. بیا به نگاه کن بدبخت ها، نگاه کن بدبخت ها. گریه نکن، من میرم مادرت آزاد کنم. مستاجر بالا رو اذیت نکنن. غلام رضا جان ببخشید میگه مستاجر بالا دارن. خب اذیت نکن. به خاطر خودت توی بچه‌ها گناه دارن. به خاطر اشک این بچه‌ها ممنونتم به خدا. اشک داره میریزه. بچه‌ها نگران نباشید. من میرم مادرتون آزاد کنم بیارم. باشه؟ کاری با من ندارین؟ نه دست در نکن. خداحافظ غلام رضا. غلام رضا جان خداحافظ. خیلی داشتن که تحویلت دادن. آره دست در نکنه. ممنونتم. دادم به غلام رضا. آره بچه‌ها من غلام رضا جان هوا یک خوردنی چیزی هم خواستی بهش بگو تا برات بیارم. چشم. بعد غلام رضا جان هوا یک بهتر شد. برو بقیه وسیلت بیار حتما بخاری رو بیار. بخاری رو حتما بیار. قربونه برم من. خداحافظت باش. خداحافظ. آقای کاشی ببخشید. خداحافظ. خواهش میکنم. ندادم ببخشید. آره. بذار یه نگاه هم بندازم ببینم چیزی کم کسی ندارن اینا. یه نگاه هم کردم. خب میخوای خودت یه نگاه بندازی؟ نه دیگه چیزی نیست. آره. برو من بعد از اون میرم مادرت آزاد میکنم. خداحافظ باشه آقا غلام. آقای کاشی بازم ببخشید. خداحافظ. خیلی خوشحال شدم. خدا تباشو داشته باش. گناه دارن. باباشون رفته زن گرفته. خدا خیرت بده. ممنونتم. دست در نکنه. خداحافظ باش. ایجان آدم اون کل بنام مسلمان سربیوتی. در این کل بنام ایجان دام برام محمد دیون آزار کن بیار. چون ایجان آدم نه با ازت چکنی. هم مستعد بالا داره اصلا نه با اساس واقعی. ایجان روش ایجان ما یا ایجان روش ایرانی اصلا سرسرا بیسرسرا. این پیانگی نداره. هم که میشه او اساس داره با ما ایرو. هم پیان خوبی. با ایچارو با این کنیم تا دویم آزار بود برای کاری چی کنیم هم پیل اوپیان نبیم هم دایی هم پیال که اون رو هم آزارش کنم اون رو هم آزارش کنم یا ها نه ایمان ها یا دایی یا هبره توتی دایی الان دایی ما جدی امین چهاربار دایی جان یا الله یا الله غلام رضا جان خسته نباشی عزیز دل ببخشید اینا رو بگید اختیار دارین اینا رو بده برید بچه‌ها بخورن بذار من یه برنجم گرفتم براتون بیارم دست لرم نکنید غلام رضا برنج شمال هستش این وسیله ها هم نونم گرفتم براتون بده به بچه‌ها آره بعد یه چیزی براشون درست کن اجاق کار رو بیار یه چیزی براشون درست برات یک املت درست کنی آقا غلام رضا ببخشید من برم مادرتون آزاد کنم بیارم بچه‌ها خداحافظتون باشه قربون برم من این چکمه هاشون هم بگو بشورن گناه دارن بعد دفتا پاشون هم بشور گناه دارن آب گفتش آب گرم بشور آره دست لرم ببخشید اساس هم رو بیا نجس اینه پاشی بشو بیا
این کار در بیرو برش نفچوده ایمان کار میام بشو بیا شش وقت میده نه 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 بخیر بعدی مثلا ما داریم آزاد مادرتون آزاد کردم دایی اصلا نگران نباشید گریه نکن به خدا گریه نکن خانم حسین گریه نکن خوشحال باشید مادرتون آزاد کردم خوشحال باشید گریه نکن نه اختیار داری من وظیفه رو انجام دادم غلام رضا جان بیا ببین مادرت آزاد کردم بیا مادرت آزاد کردم بیا قربونش برم من دست بده بیا بغل مادرت بیا بغل مادرت بیا این بچه رو بیار بغلش این بچه خیلی گریه می‌کرد دیگه گریه نکن خانم حسین پور گریه نکن برید داخل برید بچه‌ها برید مادرتون آزاد کردم برید به سلامت خیر اختیار دارید بفرمایید برو داخل تا من اینجا رو هم بگم که نه شما بفرمایید بچه بغلتونه بفرمایید ببین اون چکمه هاشون چقدر جدی شده چقدر چیز شده اینجا رو داد خانم حسین پور ببخشید اینجا رو داد گفت که مثلا این وسیله ها باشه شما یه قالی دارین یا هر چیز دارین بچه‌ها هم گناه دارن بچه‌ها شما بخندین قربونتون برم مادرتون آزاد شد بخندین آره غلام رضا بخند تو بچه‌ها بخندن آره دیگه مادرتون آزاد شد به سلامتی و دل خش آره اون تو چند چی گرفتم غلام رضا تو چند گرفتم بابت همین رضایتشو گرفتم مبلغ چیز هم دادم بهش گفتی برو سراغ زمینش گفتم برو سراغ زمینش آره بهش گفتم خب با من کاری نداری خانم حسین پور خیلی خوشحال شدی هر کاری داشتین به اپراتورتون بگو به من زنگ بزنه خداحافظتون این بیا خیلی کمک میشه خیلی مشوره این چیه کلوه داشتی نه پولینو چیه یا کندا بیت صبح زدن باش چطور بیوتی ما وریستیم گفتم هیچی نگید اون وریستم گفتم یه زایوتی چی می‌بینن زن چون بیام ده فروش نمیشود من همین پیامون دیده گفتم خیرو حاکم چکارم ما ایجان جستیم و زنی زیبا پیامو کارلا زیر کاری گاز داره اونم داره چون هم با اون نون بپزی هم ایروز هم سیب بخاریم در پای اساس لذت کنی زیر پای قولی چینه را تو خیال کن در بیه بگن نه روش جامش یا راسی تو ببریز بفرم بریز آینه نزد کنم چینه شده در چه خردیم؟ به خونه اساس روسی بود